سلام گرم به شما رفقا، رفاقت، شرارت، خوبید؟ شرارت چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی بلند من. این دفعه قراره یوتیوبرهای آپاراتی رو ببینیم چه خوندن. دیس نیست، دیسپکه حاجی. این چه سمایه این سم براتون جدا کردم. اسید لامصب، اصل لامصب. بریم ببینیم. یو اسکین رپ بدون آهنگ تقدیم میکنه. رپ بدون آهنگ دیگه چه سمیه؟ رپ میخونم با شما ها لنگا واسه خدا. رپ میخونم واسه شما، واسه تو که گوش میدی حاجی رپر ما. اما جون بسته دیگه نمیتونی بیای، پس وایسا بالا لامبورگینی بیای. اگه دیگه به درد نمیخوره این دو. میخونم نمیتونی حاجی اصلا تون نمیخونی، منم که دوست دارم تون بشنوم. چرسیا اما جون وقتی که من با تو هر جور حساب میکنم این دلستر بابات خالیه. میخونم من با تو، جات اینجاست هر لنگا تو. اما جون میبینی دکماتو ببن واسه لنگا تو. حاجی بادیگارد میایی واسه طرف چرا باید برای کوبیده من بلد نیستم کاسه رو. وقتی که منو میبینی داره دو حالی نگاری صفحه 49. وقتی که من میخونم چهارم و بازی و عهد بکن. وقتی که من تو رو میبینم واسه بست دیگه دفتر رو میاری واسه من شارژر رو میکنی تو گوشی. وقتی که من بلد نیستم چی بخونم، وقتی که تو منو میبینی، وقتی که من رپ میخونم و بست دیگه، حالا بست دیگه. من دکمه و رپ میزنم وقت دیگه، اما جون بست میزنم وقت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که ما دیدیم سم نبود، اسید بود. قبول داری؟ کامنت کن. اومده میگه رپ بدون آهنگ. رپ بدون آهنگ دیگه چه سمی. آقا اومده میگه خوش اومده رپ بدون آهنگ، امروز میخوام براتون اجرا کنم. آقا رپ، خب رپه، اینو میذاریم کنار. آهنگ که ایشون باشه، تو منظورت رپ بدون بیت بود که میگی رپ بدون آهنگ. من الان ایشون آقای آهنگو باید حذف کنم. فهمیدی چی شد؟ اومده طرف میگه رپ بدون آهنگ. چه معنی میده؟ شاید اگه من اشتباه میکنم، خب دوستان تو کامنت ها بگید من دارم اشتباه میکنم، رپ بدون آهنگ موجود داره. خب آهنگ هم موزیک همون آهنگ همون اصلا آهنگ سبکای متنوعی داره. رپ حالا دیگه نمیخوام بگم، بلکه خودت فهمیدی. واسه تو گوش میدی حاجی کار ما رو، بار ما رو. نه واسه تو گوش میدی حاجی رپ ما دیگه چه شریه. این سم بود کلیپ یاددار ناموسن. هر جور حساب میکنم، الان این زیر نوشته بودم اون جمله رو، هر جور حساب میکنم کلیپشو متوجه نمیشم. آقا مشکل از منه. مشکل داری تو نمیدونی چه بلایی سر ما مشکل از من آقایی باشه. مثلا کلیپشو متوجه نمیشم چی داره میگه. چیکار کنم؟ بگم متوجه میشم؟ اولا این عکسی که این بالا میاد توجه کنید، این دابل بلاک در بیا عقب‌تر. به این عکسی که این بالا میاد اینجا توجه کنید. این به احتمال 50% دلستره. خب اگه میگیم دلستر نیست، حق با شونه. و بعد بیشتر یه ذره زوم کنید روش، این چیه؟ خالیه. و اینجوری قورت میده. چه آهی بود. اینجوری قورت میده آخه چاقال. مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. تو رو چه به رپ؟ هر کی یوتیوب میزنه رپ میخونه، هر کی آپارات میزنه رپ میخونه. رپ خوندم. بریم یه بخشی رو ببینیم و بیایم. پدیده‌ای به نام صابون گلنار. قبل از اینکه بحث را انحرافی کنید، خب قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لباس پابجی پوشیدم. سلامتی هرچی پابجی بازه. البته من خودم کالاف و فری فایر خیلی بازی میکردم، ولی لباس کالافش هم دارم، ولی بیشتر پابجی میپوشم. پابجی هم اصلا پلی ندادم، خیلی کم. فری فایر نداشت. من خیلی وقت بود از گیم اومدم بیرون. حالا بماند روبیکا 12K شدیم با 1000 زحمت روبینو.
و دیگه بماند دیگه. کلیپا ویوش بالا بود و دیگه گفتم روبیکا دیگه به درد نمیخوره، اومدم بیرون. این چرت و پرتا چیه دارم میگم؟ سلامتی هرچی پابجی بازه، سلامتی هرچی کال اف بازه، سلامتی هرچی بازه، فقط بازه انقدر بازه. خب بریم سراغ نه یه دقیقه قبل اینکه بریم سراغ سم دوم درن وقتی که حدس بزنید یه چیزایی از داخلش معلومه، ولی خدایی یه چیز نیست، خدایی کلی چیزه. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، این کعبه‌ای که نه اصلا این سوک هاست ولی توشو خالی کردیم و یه چیز دیگه گذاشتیم، یه چیز واقعا خفن گذاشتیم، قراره به کامنت برتر برسه. همه شروع کنید کامنت حدس بزنید تو این جعبه چیه، به حدسای درست یا نزدیک یا مثل اون این هدیه داده میشه. وقتی که 100 کلش سرش درد گرفت، 100 نفر شدیم این بهش داده میشه و براش پست میکنم داخل، میتونه وقتی بهش گفتم برنده شدی با هم دیگه حرف میزنیم، پست و اینا رو میگیرم و ارسال میکنم. واقعا توش چیز خفنیه. حدس بزنید به حدسی که نزدیکتر بود این داده میشه. بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. این متنشه آماده کردم که از این بخونیم. بچه این چند بار دارم میگیرم و خراب میشه، انشالله این دفعه خراب نشه. امروز اومدم خدمت شما که از این هیترها یکم حرف بزنیم. همه یه هیترها گیر دادن به این گیمرها تا میبینن کسی فالوورها زیاده میگن فیک میزنی، نمیدونن خودشون دارن زر میزنن. هیترها حسودن واسه بقیه ملوسن. جمله آخر رو سم آخرم دیدیم، لطفاً بگید کدوم سمتر بود. آقا یه چیز بگم، آخرین 900 و خورده دیگه یادم نیست چقدر اول ویدیو گفتم 900 و خورده فالوور داره، دنبال کن مشترک داره و واقعا دوست دارم که بتونم دیگه از همچین آدمی جلو بزنم. اصلا برای من مهم نیست که مثلا درآمد و این چیزا، اصلا من دنبال درآمد نیستم، من دنبال اینم که پیشرفت کنم با شما. چنل خودتونه، با هم دیگه بریم بالا و به جای بالاتر برسیم، ویدیوم پخش بشه، با هم بخندیم، شاد باشیم. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. یه ریاکشن پوتکی بریم. شاد باشید و بعد سلامت باشید. نه وایسا یه چیز به فکرم برسه. اول از همه قدر پدر مادرتو بدون و دوم سابسکرایب کن. برو آماده ای دیگه، جوونونه رفت، برو ببینم چیکار کنی. موزیک داره که هی میری پاش، هی میری کاتو بالا پای میکنی رو سابسکرایب چنل و لایک یادت نره. برای من داشت خدای رفت و در تماسم باش برای من.